خری نوخلاف خر بدن تو میدونیستم نه که توی درجه نوخلاف بدن تنه خر نوخلاف خر بدن تو میدونیستم نه که خری نوخلاف بدن تنه میدونیستم خری گوشت چند خری گوشت چند ای بیچاره نموش علیش کده یعنی تو پلنگ ترا خر نم کدن نه چی بخری نوخلاف گفته گریه داری من نمیفهمم آنمو خرکو ندیدی؟ وای خر بود نه که همین روز خری ناخلاف خری گوشت چشم نام کردم شا خیلی بگو چی گپ شد آخی؟ نه تو در نمیگم چی با؟ بخره کار نداری چی بار داری برا من تو در نمیگم بابیم دا میگم بابی تا برام بیارم بابیم ما خیلی برا بیار بابیم دا میگم من دا خیلی بگو برام بگم شا نه بابیم ما بیار بابیم دا میگم من یکم گپ اینترس نه بابیم دا میگم حاج من میرم بابی تا دویده میارم خری ناخلاف خری گوشت چاش خری ناخلاف خری گوشت چاش بابی راه بگن من خودم که حیران شدم میگه که یک گپ میگم من دا بگو دا بابی بگم میگه نه بابی من بیار با میگم کی میگه؟ اینمو نواسط تو پلنگت به سرت دست من اون تو پلنگ هر چی گفتن میگیره بیا گیریه داره گیر دم گیریه کدیسته ای چشمش آبروم وادا پروا داره او میپره چشمش برای چی بوده که مرا میگفتن؟ چی باشه که مد میگفته یا تو نگفت؟ چی نم گیریه داره که از چشمش نمیخیلی نمیتونی این ناشه نگه بدارو بابی بیو بدارو هم خداوندی میکنه فسان گریخته تو پلنگ هنه بابی تو وردم بگو اکر خری ناخلاف گوشت چاش چی میگم؟ تو البنده؟ دیدی آخی گفتم که هر چرچ میگه تو پلنگ تو کیر خر گفتازی اون همین خر دیدی ها؟ همین خر بود نه که هم خری ناخلاف هم گوشت چاش نام کردم شا چو اکو؟ آخه اون همون کلچه که من دادی کو گفتی بخیزیم اینا رو پابل کو ما بل درفتم آمدم خرم کلچه رو خوردن ای تو پلنگ همین کلچه رو خورده بدای کیریای گیریه نیستای او بای کلچه رو خورده که آخه بای یک حیوانی بی عقلای و بی عقلای به عقله؟ این من به عقلم نه که من جوی خرم نمیخورم کو یک تا در پیشی قصری فرهنگ چسبانده اونجا آدم بسیار میگرده یک تا دیگه در پیشی میدان ورزشی استادیوم ده چسبانده اونجا بسیار میگردن همینجا میگه رهگذر بسیار یک تا در اینجا چسباندن در کار حاضر کو کو مرتوه خیلی آدم بسیار میگذره ببینن یک تایی دیگه در کجا بچسبونیم همینجا هم جای چشم رسه اینجا میتوه یک تا دیگه در اینجا میچسبونیم جای چشم رسه میشوه همینجا میچسبونیم حاضر میتوه حاضر باشه یک کاری که یک دنیایی که آخه نگی میگن که نگفتی آخه اگر نگفتی در دلت ارمان میمونه وقتی که گفتی خاطره که جمع میشه
السلام علیکم. و علیکم السلام. میگم بابی خانار سودا ماندی چی؟ نه بابا اعلان چسبانده کن. آخه ما اعلان خودت یاشی چشمکات روشنه. مکتب خوندگی آخه؟ مکتب خوندگی؟ خوندگی بابی خونده میتونی نباشم بخون آخه. بخون. بابا ما درست فهمیدم بابی. چرا؟ همیرا زنی یاشی پول دار میگیرم. ها؟ خودت هم بابی؟ خودم میگیرم آخه با اگه نکی بود تو حاضر آخه زن نگرفتم ما در آرزوی همون زن دلخواستم اینم تو میخوای بابی که یه زن بگیری هم یاش باشه و با هم پول دار باشه ها؟ ها اکه بابی بستک ها بعد تو خودت خیلی آدمی که خیلی زن کفته سی. اگر چنده که ما خونو در نداشته باشم نه که ضرورم یگم کس نمیرسه پیشه که یگم تر پیش نمیگم این همین نسبتی همه کس مهربانم با در بالای همه ای دو وظیفه بزرگ دارم. ای راستی؟ چی وظیفه داری بابی؟ انا وظیفه هم همین که من خوش رو خورده میتونم انا بعد قرارک خواه میرم. زفرای السلام علیکم زفر جان. و علیکم نازی بابی تینجی. شکر رحمت. زفر جان اینه که در دستش سیگرت نه برای همه که نشناختم تا در بود جانمی این روز بوی سیگرت هم نمیکنی. من بس کردم سیگرت کشی را بس کردم. نه؟ حالی تو دیگه سیگرت نمیکشی چند روز شی؟ 2 روزی من سیگرت بس کردم. نقص خنده تو زن سیگرت یا اسرافی خولیه یا دود اینمی پول تو کلولو میکنی در میگیرونی میکنی اینمی دود علاو سر میتی نه اسراف اسراف باشه حرام ای اسراف چی در کوره؟ همین قصری سال ما خوب عقل ببین. بله پول اینمی قصری سال ما همون سیگرت خریدم که با روزم به نشید. انا درست فهمیدی. پول که سیگرت میخرم جمع میکنم. خنده تو بزن انا ایجی ناو کار کرده زای حاجرا انا کو این پول کی ای سیگرت کشی جمع کرده سی ماشین میخری ها؟ نه؟ فهمیدم نباشم خونه میخری نه؟ نه همین 2 روزه که من پول جمع کردم سیگرت نخریدم. انا می پول چیکار میکنی اکو؟ این پول عرق میخرم. وای